ورزشگاه مرکزی شهر پنجکن بعد از تنفس طولانی باز دوستداران فوتبال را قبول کرد. باز مخلصان با امید و باوری دسته دوست داشته خود را استقبال گرفتند. پنجکنتیان بازی اولین را در دور یکم چمپیونات جمهوری بین دسته‌های لیگ دوم با فوتبالبازان ناحیه شهرستان گذراندند. بازی هنوز از دقیقه اول با هجوم‌های هر دو طرف آغاز یافته باشد هم ولی عزم و تلاش و کوشش فوتبالبازان پنجکنتی بیشتر احساس می‌گردید. همین کوشش بود که در دقیقه 28 قسم اول واخوری هجوم کننده بهترین صاحبان میدان تحت رقم 17 خیام عثمانوف توپ را وارد دروازه مهمانان نمود. وقتی زیاد نگذشته بود که مهمانان در دقیقه 30 قسم اول بازی با کوشش هجوم کننده خویش حمزه بیگ الماسوف حساب را برابر نمودند. گل نوبتی هجوم کننده پنجکنتیان خیام عثمانوف پنجکنتی‌ها را باز به پیش برآورد و با همین قسم اول بخوری با حساب 2-1 و فایده صاحبان میدان انجام یافت. در فاصله بین بازی با بازیگر دسته پنجکن کمالدین جورابویف همصحبت شدیم. من بعد نیمه یکم حساب بازی 2-1 با فایده دسته زرافشان شهر پنجکن ما کوشش میکنیم که در دور دوم قسم دوم برآمده توپ‌های بازی رو بسیارتر کرده غلبه دسته زرافشان رو بیاریم. از نام خودم و از نام دسته زرافشان شهر پنجکن از نام مربیان گفتنیم که با همه مخلصان با همه آدمایی که ورزش رو دوست می‌دارن فوتبال رو دوست می‌دارن با دستگیری کنن دسته زرافشان شهر پنجکن رو برای که من بچه‌ها هستن ما بازیگر رو داریم بازی داریم گل هست غلبه هست نصیب مقصدمو یکتا در لیگ دوم تاجیکستان جای اول رو گرفتن. قسم دوم بازی هم تیز و تند آغاز یافت. صاحبان میدان اکنون افضلیت را پرره به دست گرفته بودند و آنها چند مرتبه در نزد دروازه حریف لحظه‌های خفناک را به وجود آوردند و 2 مرتبه دیگر موفق شدند دروازه مهمانان را رخنه سازند. توپ‌ها را خیام عثمانوف و نادر علیاروف به نشان رساندند. همین طور فوتبالبازان پنجکنتی بازی نخستین خود را با حساب کلان 4-1 به فایده خود انجام دادند. کامیابی فوتبالبازان پنجکنتی قبل از همه مربی دسته جمشید بهرانوف را خوشنود ساخت. حالا دسته زرافشان در چمپیونات جمهوری تاجیکستان لیگ دوم اشتراک کرده. من در دور یکم با دسته شهرستان ولایت سوخت قوازمایی کرده با حساب 4-1 غلبه کرد. اما کوشش می‌کنیم که در آینده با دیگر دسته‌ها واخورده نیز همین خیلی مخلصان رو خرسند کنیم.